شنیدم تو کارت خیلی حرفه‌ای هستی. ممنون، لطف دارین. 3 روز وقت داری. خب بچه‌ها شاید باورتون نشه امروز فردای دیروزه. نمیدونم داره چه اتفاقی میفته، فقط یه پوشه دارم که یه آی پی سرور ماینکرافت داخلش، من 3 روز وقت دارم این سرور رو نابود کنم. در قدم اول باید بریم پشت سیستممون بشیم. ترانزیشن رو داشتین آی پی که بهم داده بودن رو چک کردم و با یه چیز عجیبی روبرو شدم. سرور خونه ما رو با موشک نزنیم، با خود منزل کاره نیستم. اسرائیلای چرا به بدترین حالتش فکر کنم راستش بخوای تاش قرار چی بشه؟ This is the end. بخیال اصلا کی هم میاد به تاش قرار چی بشه؟ اونایی که میدونه. سافت‌ور و پلاگین‌های سرور رو که چک کردم. خب راستش بخوای بچه‌ها با این سرور خیلی قوی تره. نمیتونیم از لگ ماشین عادی که همون بلدیم استفاده کنیم به دو دلیل. یکی اینکه ضعیفن و دوم اینکه جامون خیلی سریع لو میره. خب نباید جامون لو بره واسه کرش دادن سرور، چه تو بازی چه حتی تو واقعیت. خب حالا یه سوال، چرا سریع جامون لو میره؟ لگ ماشین دستگاهی که با استفاده از یه تعداد زیادی انتیتی سرورها رو لگ میکنه و در نهایت منجر به خاموش شدن اون میشه. بچه‌ها این انتیتی هر چیزی میتونه باشه. مابای خود بازی، ماینکارت، آرمورستن، قایق یا حتی آیتم‌های رو زمین دراپ شده. البته که سرورها بیکار ننشستن واسه جلوگیری ازش از انتیتی دیتکتورها استفاده می‌کنن. این یه انتیتی دیتکتوره. اون داره کل مپ سرور رو رصد میکنه و یهو چشش میخوره به چانکی که ما توش لگ ماشین ساختیم. یه چیزی طبیعی نیست. تعداد انتیتی‌ها خیلی بیشتر از حد معموله. اینو سریع به دیولپر گزارش میده. دیولپر بررسی میکنه و متوجه میشه ما داریم چه غلطی. در نهایت ما بند میشیم. همینقدر ساده بچه‌ها. گوش نمایی. عالی بود، قاشق نداره. اولیو بریم. ولی اگه یه لگ ماشین بسازیم که دیتکت نشه چی؟ خب بچه‌ها نگاه بکنین، ما واسه کرش دادن این سرور به تقریبا 9000 تا آرمورستن. اگه همه اینا داخل یه چانک باشه خب خیلی سریع پیدا میشه. ولی اگه همشون توی یه چانک نباشه چی؟ پلن اینه 21 چانکی کنار ما انتخاب میکنیم و این 9000 تا آرمورستن رو توی این 21 چانک به طور مساوی پخش میکنیم. اینجوری تو هر چانک تقریبا یکم کمتر از 500 تا انتیتی وجود داره. در نتیجه هیچ وقت پیدا نمیشه. نالج زیاد. حالا که یه پلن دارم وارد سرور میشم. سروایورش کجاست؟ واو عالیه دیولپ. مثل هر سرور دیگه خودمو به جای رندوم تلپورت کردم. چه همه جای سرور عبری نوشته، من اصلا چی نمیفهمم از این سرور. خب بچه‌ها حالا وقتش که مهمترین نکته رو چک. حالا مهمترین نکته چیه؟ باید چک بکنیم آرمور استند تو سرور فیزیک داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی اگه من این آرمور استند بذارم اینجا افتاد، آفرین. اگه تو سرور فیزیک آرمور استند خاموش باشه این کار نمیکنه. ولی خب الان همه چی اوکی. خب پلن چیه؟ پلنی که بریم آیرنی شیم، بعد بریم سراغ ساخت لگ ماشین. صبر کن قبلش ویلج بریم. واو حیف که سرور اجنبیاست وگرنه هر روز میاد اینجا پلی می‌داره. ما زیر همین ویلج کارمون رو راه میندازیم. ایکس ری روشن کردم که خب سریع برم آیرن مان کنم و ناراحتم آنتی ایکس ری دارن. خیلی کانفیگ شده. اوکی بچه‌ها برنامه عوض شد. کی اصلا به ایکس ری نیاز داره جز من؟ یه کمی که آیرن جمع کردم آتش‌خاله‌ام گذاشتم تو چست و خب کار ما دیگه از الان واقعا شروع میشه. این نسخه اولیه چیزیه که ما قراره تو سرور بسازیم. خب بچه‌ها نگاه بکنین، این نقشه کار ماست. توی این 21 چانک ما باید یک مسیر آبی این شکلی درست بکنیم. بعد توی این مسیر آبی دو تا پلتفرم داریم که بتونن این شعاع‌های زرد رو چانکاشو لود بکنن. بعد توی این مسیر آبی ما باید 9000 تا آرمورستن بریزیم تا سرور کرش کنه. میفهمیدم چی میگم دیگه، مگه نه؟ نیاز داشتم که یه تونل خیلی طولانی بکنم. پس کندم این آخری حتی خودش میکرد. نه سرور خاموش شد. من با بچه سالات خفه شین. خورا تیل داشت خوناش سرور که دوباره باز شد باز کندم و در نهایت ما به یه همچین شکلی رسیدیم، یه تونل برگشت پذیر. بعد کل تونل رو با آب مسیر کشی میکردم و با ساین یه کاری میکردم که آب فقط به یه طرف بره. بعدم مسیر رو روشن کردم که ما بی اسپان نشد دیسی شدیم. اینترنت اون ساعت کلا اختلال داشت و من هی دیسی میشدم و از اونجایی هم که آخر شب بود دیگه ترجیح دادم اعصاب خودم خورد نکنم و بگیرم بخوابم. شاید آسمون من نمیای پرواز.
فردا صبح که بیدار شدیم دوربین رو روشن میکنیم، دوباره میریم سر جامون میخوابیم، بعد یه جوری وانمود میکنیم انگار تازه داریم از خواب بیدار میشیم. واجب. اگه اینجا یکی ازم میپرسید برنامه چیه، قطعا فوشش میدادم. برنامه اینه لباس رو عوض میکنیم، بعد با حمید میریم بیرون که صبحونه بخوریم. آخ بریم آقا. بریم میخوام بهت آش بدم. پاش میگیره میخواد بریزه به پاش بکنه. آفرین شما میدونی من پیازداغ نمیخورم. بخور بگو بابام بزرگم کرد. چقدر خیلی داداش سوراخ شد. کثیفم کرد. بخور بعد بگو بابام بزرگم کرد. من خریدم. بچه پولش کارت من کم شده. بچه‌ها شاید بپرسین امروز قراره چیکار بکنیم؟ قراره بخوابیم. خواب اصلا بهترین آپشن. جز خواب دیگه چیکار میتونیم بکنیم واقعا؟ خب البته صبر کن، من اگه ویدیو بذارم به پول میدم. خب کول لقه خواب. روز دوم اینجا جنوب گرمه، پس باید کولر بزنیم. بعد از کولر زدن اولین کار اینه که باتری رو بزنیم شارژ. این باتریامون یکی هم تو دوربین شارژش تاشه. امروز کلا تو کار جمع کردن متریالیم واسه آرمور استندی که میخواد. البته قبلش باید حساب کنیم چقدر متریال میخواد. اوکی بچه‌ها اصلا قصه نخورید. من رشتم ریاضی بوده، الان خودم واسهتون حساب می‌کنم. دقت بکنید. هر آرمور استند 6 تا استیک میخواد، 3 تا اسلب اسموت استون. خیلی ساده، چی نمی‌فهمم. حالا هر دونه وود بهمون 4 تا چوب میده، هر 4 تا چوب 8 تا استیک میده و ما تقریبا 1.3 آرمور استند متوجه میشید. حالا هر 12 تا دونه چوب خب با این اگه ضرب در 4 بکنیم هر 4 تا آرمور استند میشه 3 تا. خب با این مقیاس 9000 تا بخوایم در نظر بگیریم خیلی محاسبه‌اش آسونه. من نمیفهمم چون چیزی نمیفهمین. ما 13500 تا پلنگ میخوایم که میشه تقریبا 3000 خورده وود و 1500 تا کابل استون. یعنی نگاه این فهمید، تو نفهمیدی اصلا. آره خیلی محاسبه‌اش آسونه. هر آرمور استند از 6 تا استیک و یه دونه اسلب اسموت استون درست شد. ما واسه 9000 تا آرمور استند به 54000 تا استیک و 9000 تا اسلب اسموت استون نیاز داریم. 54000 تا استیک معادل 3375 تا وود کامل و واسه 9000 تا اسلب اسموت استون ما به 9000 تا اسموت استون نیاز داریم که البته اسموت استون از پختن 3 مرحله کابل استون به دست میاد و خیلی زمان میبره. پس امروز تنها کاری که باید بکنیم اینه که چوب بزنیم و چوب بزنیم و دوباره چوب بزنیم. نمیدونم بچه‌ها خیلی بی‌دلیل از اون روزاست. حالم گرفته شدی و نمیدونم چرا. خدایی قبول دارم یکی خیلی رندوم. همینجوری که حالم زیاد خوب نبود و داشتم کاتای ویدیو رو میزدم حمید پیام داد. اوکی برنامه عوض شد. با حمید میخوایم بریم بیرون. کلید باتری اضافات. اوه اینم از عینک. شنیدم که یکی قراره واسمون شام بگیره. بعد بگو بابام بزرگم. بکش. کم تراسی. اینو بگو. بیاین براتون نشون بدم دوستان. نگاه بکن. ساندویچ رو برمی‌داری. اونو می‌ریزی روش. میذاری 1 2 3. امیدمو ازم گرفت و آمی. خب بچه‌ها امروز روز سومه و ما دیروز کل چوبایی که می‌خواستیم اون جمع کردیم. حالا چون می‌خوایم همچی که دارم فکر می‌کنم 4500 تا کابل استونی که بخوایم دوبار بپزیمش خیلی طول می‌کشه. خیلی خب من فقط یه روز وقت دارم. با ما کمک می‌خوایم. نه فایتر نابغه فارمای کوچیک ماینکرافتی و یکی از خوبای کوچیک ایران. دوستان شفاف سازی بکنم پسر 16 17 سالش هست. آروم باش. اینو صرفا به خاطر این گفتم که گفت اگه منو خیلی خفن معرفی نکنی کمکت نمیدم. تو گوز منم نیستی، تو یه حمال سالم. نویده خدای انیمه دیدن. نمیدونم چرا ربطی داشت. البته که انیمه مال و اینجوری الان ما یه تیم 3 نفره ایم. راضیم. سلام چرا اینجا چیز داری؟ لبوبو داره. لبوبو دارم یعنی چی؟ لبوبو داره. نه اون با فلرگلاینتی. آره من کاسمتیک دارم. بچه‌ها هیپوپولوژیست گذاشتن. بچه‌ها که اومدن تو سرور فایتر یه ایده داره. سیل تاچ میگیریم و بپشن. مطمئنی ویلیجر می‌خوایم حتما؟ روند کارو خیلی سریع‌تر می‌کنه. اوکی. قرار شد به جای اینکه مثل اسب همینجوری دستی بیافتیم سنگ بکنیم 2 تا کار رو. اول از همه باید پیککس سیلتا شوکه کنیم که به جای کندن کابل استون بتونیم استون بگیریم. اینجوری یه مرحله از پختنمون کم میشه و کار سریع‌تره. و کار دوم اینه که استون جنریتور درست بکنیم که فقط AFK بکنیم و خودش واسمون استون بکنه. 1999 تا دیگه میخوام. نه اشتباه نکن 8999 تا دیگه. این یه دونه آرمور نه مردم. بابا مردم. گاف هست. به یکی دیگه هم اینجاست. این یکی رو من میکنم.
گاو آره این نوید اینجاست. کجای نوید؟ نه قبول کردی چرا؟ نویدهای بیشتر. تو تیم 3 نفری که داشتیم هر کسی مشغول کار خودش بود تا خیلی سریع کارا پیش بره و بتونیم به خروجی نهایی برسیم. وایس بیا ما بچه بسازیم. کجایی؟ میخوام بیام نون بدیم به ویلیجرها دیگه. وایسا منظورم چیز دیگه. یکی به من چیز داده. پی ای داده داداش. خود جا رندوم بعد تیپش قبول شاید بد آیتم داد. مهربون. فکر اسرائیلی نکنم مهربون؟ اسرائیلی یهودی مهربون پیدا بود. دقت کردی تو سروشون بچه ویلیجر نیست؟ چون میکشه. حتی آیرن دارم. چرا آیرنا نیست؟ آیرنا رو آیرن تو نه آیرن میدم بهت یه تایم چند ساعته رو توی دستگاهی که فایتر ساخته بود افی کردم تا کل استونای مورد نیازمون جمع بشه. تایپ کن ببین سایت هنت. حالا فقط کافی بود که اونا رو بپزیم و ما 4500 تا اسپید استون داشتیم. فکر کنم الان وقتش دیگه کارو شروع کنیم بچه‌ها. در قدم اول باید کل ریسورسایی که داشتیم رو تبدیل به آرمور استند می‌کردیم تا بتونیم باش لگ ماشینمون رو روشن کنیم. خب نمیدین چوبا رو استیک بکن اینجا یه جوری که تو آب نریزی. آقایون یکی جلومه. واقعا دقیقاً تایمی که فکر می‌کردم همه چی رو به راهه یه بگاهی جدید. پشته؟ آره یکی دیگه هم اینجاست. میتونیم به نظرت بزنیمه؟ واسط جت از آب اومد پایین. ببین زد گیم هم کش. اوکی من دیدم. فولن چند یعنی چی؟ نه بابا این چندتیه؟ اوکی 2 تا. یکیشونو میزنیم بیا. میخواد بزن. تهش میزنه. تا آیرنیه رو بزن. نمیتونیم بزنیم. تیپی داد رفت. چنده چیزام. او نه خیلیاشون سیوه. هنوز کامل آرمور استندامون رو کرافت نکرده بودیم ولی شرایط خیلی ریسکی بود. نمیتونستیم اصلا معطل بمونیم. اگه دوباره سر میرسیدن چی بود خدایی یهو اینا اومد. دارم میبینمشون. بازم هست. دارم میبینمشون. یکی کنارت، یکی پشت بالا سرمون. بریم. بالا نه، رو سرمون. زمین. یکی رو سرمون. بشین بشین شیفت داره میاد پایین یارو داره میاد پایین. من تبا ندارم. بیا اینجا پیش من چه تبا نداریم بریم تو دارن. فایتر بی خیال هر چی داریم بذار فقط. روشن کردیم. همینطوری یه جا رو نگاه کنیم پلیس کنیم. دام اف حساب کم فرست. چند الان؟ اومد رو 19 15 پلیس کنیم اوه اف پی اس یه دفعه خیلی بد میشه. آمو استندا به من عکس داد وای. پینگم خوب شد ولی الان بد میشه. الو